یعنی که پیغمبری ما پیغمبری آخر زمانه، امتشم امتی آخر زمانه، همین قدر دنیا پیش می روه، همین قدر دنیا ترقیات می شوه، ما به آخر زمان نزدیک شدن میگیریم. ما به آخر زمان نزدیک میشیم. ما امتی آخر زمانیم. ما به حد باید هوشیار باشیم، به حد باید احتیاط کنیم. معنی آخر زمان چیه؟ عمرها کوتاه میشه. معنی آخر زمان چیه؟ فتنه زیاد میشه. معنی آخر زمان چیه؟ سحری آدم ها رو میبینه مسلمانه بیگه میبینه ایدین برو مده. معنی آخر زمان چیه؟ ایمان دیگه لذت نداره. معنی آخر زمان چیه؟ ایمان رنگ لخچه کمره. معنی آخر زمان چیه؟ پدر و مادرات و فرزندا زوری میکنن. معنی آخر زمان چیه؟ این دنیا را عقیده امروز نمی دنیا قدی زیباگی شای آمنت بالله و ملائکتی دیگه ای بین رفت. این همین آخر زمان ای. ما بسیار احتیاط شویم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث امام طبرانی ای خونه شان بر آمدن، صحابه پرسید که حضرت تا آخر زمان چند مونده تا قیامت؟ حضرت میگه سکوت کردن و همین نظر کردن که میگه آفتاب در همین لبی کوه میگه شیشته سبب. گو بین ما و بین قیامت نمی قموندگی. یعنی خیلی ما به قیامت نزدیکیم. یعنی نگو سالشه، اشاره کردن گو دیده از این میشین آفتاب این نمی قموندگی. یعنی خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. وقتا کم میشه، فتنه ها زیاد میشه، جنگای جهانی دنیا میشه، خاک با خون یک جایه میشه، خیلی ایمان و ضعیف میشه. حتی رسول اکرم در حدیثی فتن آوردن که شما در زمین گو لا اله الا الله گو کم مییابید. برای همین برادران آخر زمان ما باید این خیلی زمان ها رو، این خیلی دوستا رو، این خیلی مکان ها رو حرمت کنیم. اینا رو حرمت کنیم. ای سهر تا بگره برای نفقه ایال واجبات ایمان حرکت میکنیم، برای روحمون هم غذا گرفتن واجبات ایمان این هم باید حرکت کنیم. جسممون رو باید حرکت کنیم، دینمون رو حرکت کنیم. هر کسی را دینداریش خوب باشه دنیاش آباد میشه. این وعده خدا و رسول ای. آخر زمان رو باید به حد احتیاط شویم که خیلی و خیلی خیلی احتیاط کنیم. جناب پیغمبر گفتن تو بالی من علیمه، خشا به حال همون مرد زنی که سه چیز دانه او جواب شبه تیه. من سه سوال میتیم شه پیغمبر گفت جواب شه تیه. ای کجا آمده، چی دا آمده، کجا میره. همین سه سوال اگه جواب شه تیار کنه اگه سیری دنیا معلوم میشه. فلسفه رسول اکرم بینه تو بالی من علیمه، خشا به حال همون مرد زنی که همین سه چیز دانه چیه، ای کجا آمده، چی دا آمده، کجا میره. همین سوال که جوابش تیار کنه سیری دنیا معلوم میشه. معلوم بده است که ما ای کجا آمدیم، ای هیچ جا، ای هیچ چیز، ای قدرت شما رو خلق کرده، ای هیچ چیز. اینه بینا ای هیچ چیز قدرتی رو باور نمیکنی. ای هیچ چیز ما رو خلق کرده. چی آمده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و خیلی جا آمده ما را شناسه میگه، نه ما را شناسه، من دونه من فهم قدرتی مرا بینه، قدرتی مطلقی من بینه. الا لیعبدون من عبادت کنه، بندگی را به جا بیاره. کجا میروه هممون بینیم عاقبت کجا میروه. همین کجا میرفت اگر همین سوال کسی که دونه ایرا نغزانه که سیری دنیا را فهمیده. همه ما یک روز از این سیرای میگذاریم. خشا به حال انسان هایی که سه چیزا قدر کردن، زمان خوبه، مکان خوبه، دوستی خوبه. الحمدلله الحمدلله. خشا به حال انسان هایی که این چی را قدر کردن، دوستای خوب استفاده بره. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی. دو تا انبیاء الهی قبیله انطاکیه میبیاین، مردم دعوت میکنن. مردم این دو تا پیغمبر را به سنگ چوب بیرون میکنن. وقتی بیرون برآمدند میگه از بین همون شهر هم مرد جدا میشه و ای قفای دوست خدا میدوام میبیو. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی قال یا قوم، ای مردم اتبعوا مرسلین، ای بیای قفای پیغمبر رو برویم. اینو یگون چه ایمون نمیخواهن، یگون چه ایمون طلب نمیکنن. حتی بینین که خدا در قرآن میگه والعادیات ضبحا، قسم به همین اسبای میدوان که ای سنبای و علاو میبرو، ای نفسای اونها علاو میبرو. در صبح و شام دویدن اونها ده
در میدانهای جنگ ای نفسای اونها میگه حتی علاوه ای سنباشان علاوه میبرو. این ببین چقدر این که میبروی همون اسب کلان، همون اسب وحشی، همون اسب درنده صاحبش با یک پنجه جو، با یک اولای و همون او علف همون صاحبش چکار میکنه؟ اطاعت میکنه. تک میکشه میسته، لجامش میکشه میسته، ایدور شینجه میکشه او برای همگه ان الانسان لربه لکنود. آخر فقط همون علف و او داده خلاص، اما ای خدا میگه همه چطور داده، میگه من گوش نمیکنه. اما یه اسب صاحبش گوش میکنه امروز. اینم قرآن و العادیات برای انا همینه. همون اسبی، انا همون اسبی درنده وحشی بادپا صاحبش اطاعت میکنه به یک لجام چرمی که فقط آوش داده جوش داده، اما ای خدای یک نطفه ما را خلق کرده یوخی هیچ نداریم، همش الله داده. این پروردگار ما شکر می. ان الانسان لربه لکنود. این ببین اینو میگه همین خیلی میگه اطاعت نمیکنم، گوش نمیکنم، پروردگارشون شوخی میفهمم. زمان مناسب دانیم، وقت مناسب دانیم عزیزا، حرمت یادگاریمون ندانیم، قدر قیمت یادگاریمون ندانیم، دوستای خدا ترس فراموش نکنیم. این ماه تولد رسول اکرم است، غنیمت دانیم، میگذره همش، نه میگذره همش. ان الانسان لربه لکنود. بسیار ما همین لعجبازیم نسبت خدا، نسبت کار خدا به نهایت به حرمتیم. فلسفه جناب پیغمبر رو ببینیم که صلی الله علیه و سلم خشا به حال انسان گفت از همون مرد زن سه سوال ده جواب تیه، ای کجا آمده، چی ده آمده، کجا میره. همین سه سوال جواب شد تیه گفته خشا به حالش. هر یک تمانکم سه سوال جواب شد خشا تیار کنه، همش تیاره. ای کجا آمدیم، چی ده آمدیم، کجا میریم. معنیش تجارت داریم، زراعت داریم، کار داریم، هر چیز داریم برادرها کردیم کنیم، لیکن باید با از این برنامه بیرون نباشیم. اخی از این برنامه باید بیرون نرویم. کجا رفتنمون هممون میدونیم. دوام قصه حضرت عکاشه با رسول اکرم. وقتی که عکاشه اکنون مهر نبوت حضرت زیارت کردن، پشت پیغمبر خدا رو موچه کردن، از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا را گرفتن، جاشون جنت المأوا شد. اکنون ما را حضرت مولوی نصیحت میکنه. اما نور الهدى محبوب سبحان، اما نور الهدى محبوب سبحان، برای حق گزاری گشت و عریان. همان نور خدا، همون نور هدایت یافته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای یک تازیانه را دادن، برای عکاشه میگه پوشش لوچ شد. تو اینا شست رو بس در چی کاری، بری آزاری دلها زهر ماری. ما را نصیحت کرده سگی سر زدم یعنی ناشست روی به معنی چکار کرده گشته امروز هزارها دلت نش میزنی زهر آلود میکنی. تو فقط چخیل جواب میتی؟ میگم تو فقط چخیل جواب میتی؟ مورا نصیحت دار حضرت مولوی. به مال غیر دندان میکنی تیز، به حالی خود بسر خاکی سیه ریز. حقی مردم دهد لذت بکامت، گلو گیرت در روز قیامت. کنی بر حال مظلومان ستم را، بسازی از نجاست پرشکم را. خرو خواب از مقصد میبرد هوش، شدی گربه برای خوردنی موش. امروز هر کسی که در حق یک انسان ظلم میکنه، حق یک آدم پامال میکنه، حضرت علی کرم الله وجهه بلند شدن بالای سر یکی از جنازه صحابه ها فرمودن پروردگار گفت حق العبد از حق الله 100 درجه پیش برده گیاد. برای همین حق الله را در همه حالتا میگن به خدا حواله میکنیم. لیکن حق العبد چیه؟ کسی را آزار داده، کسی را شکنجه داده، کسی را غیبت کرده، کسی را پول امانت گرفته، بازگردانده به خوبی بیاره که حق العبد خدا نمیبخشه. ما را گفته حضرت که ای مردم
پیغمبر خدا یا توضیحونه زد پشت لچ کردن که اکاشه که من قسم میگیرم شما گفته فکر کنی اگر هر چیزی که امر میکنی هر حقی را که شما فردا میگن ناحق یا آدم میگیری و دعوا میکنه انسان ها را مظلوم نکنی انسان ها را همچون مظلومانه استفاده نبره زیرا که اینها فردا در حق شما دعوا میکنن نداری ترس حق نه از رسول شرم بجای حق میجوی لقمه گرم بجو حق را که هستی لقمه گور خرامی کاسه ای چشمت کند مور. امروز یک زمانی آمد که نه ای خدا دیگه شرمنده نه ای رسول. بسیار دوره بیزه و برادران احتیاط شویم که برای اندک نفس دنیا احتیاط کنیم که خدا و پیغمبر از ما بسیار خفه نروند زیق نروند همیشه حق طلب کنی همیشه حق دوست داری همیشه و همیشه حق طلبی حق در درگاه خدا های زیرا اینکه یک روز خان و همه ما پرده خاک میریم مجو رزقی که دائم هست در پی بجو تا روز مردن وصل آن حی برا از فکر پرعاشو بخوردن شوند در فکر روز سخت مردن. هر آدم برادرها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن میدانه که ثروتمندترین امت من کیست؟ اصحاب گفتن خدا و رسولش میدونه گفت ثروتمندترین امت من کسی هست که هر صبح و شام فکر مردنش میکنه هر فکر و شام هر صبح و شام فکر مردنش میکنه. همون شب ما در اینجا قری شرالی قد حاصل کردیم شوخی کردیم خندیدیم روز پنجشنبه بود روز یکشنبه را پرده خاک اینم باید ببینه که 2 روز 3 روز بود نمیدونیم فردا کی در کجا هیچ کس نمیدونه. یه بار میگه اینم کردن در کاره اینم فکر کنیم کنین نکته ها را حلقه گوش ترا شهدی بهشتی می شود نوش ترا زین مدعا دادم بشارت کنم پرواز سوی کوی حضرت. اگر گپای من گوش کنی گفته فردا جا جنت های حضرت مولوی این یک از ولی های خدا های. افسوس که نه به گفتش کار کردیم نه به گفته هاش عمل کردیم حتی نگاه میکنیم که نزدیکترین انسان هاش هم حتی که به گفته حضرت عمل نکردن مرا عهد کرده سن که اگر این نقطه های من گفته را گوش کنی که فردا تو جنت میری. نصیحت میکنه که اکنون همه این دعواها مدعاها را در شما رساندم من با قصه رسول اکرم میکنم مکانها به خودشون فضیلت دارند. یک رکعت نماز در کعبه برابر 1000 رکعت اینجا فضیلت داشت. تمام دنیا را دوست داره اما هیچ محل فضیلت و مرتبه او را برابر مکه و زمین قدس ندونه. این دو زمین پیغمبران وطن دوست می‌داریم دیحه را دوست می‌داریم همه جا را دوست می‌داریم لیکن قسم به خدا یک دانه سنگ مکه را قدی بیت المقدس ای تمام وطنا بالا دونه. ما مسلمانیم اخی تمام جا بعد هر دیجه میسته هر دی این زمین پیغمبران و قبله مونه ویش چیه؟ ویش بیت المقدس این زمین پیغمبران اولین قبله مسلمانان بعد این به ما دوست می‌داریم. هر یک سنگ و خاک و دیار وطن و دیهمانه به دوست می‌داریم مثل جان ما. اولین برای ما دوست داشتن برای هر یک فردی مسلمان این نغز دانه که زمین حرم بیت المقدس هست زیرا که اینجا را قرآن تعریف کرده قبله های اونجا در ما سجده کردگیم در اونجا ما نماز ما میخونیم در اونجا ما دعاهامون رو به اونها میکنیم. بعد هر دو مکان مقدس برای هر مسلمان به مقدس برای او وطن شد. این یعنی که این اعتقاد هر یک مسلمان اینا نغز دانیم که ما باید قبله ما دوست داریم. اولین قبله ما بیت المقدس بود دومین قبله ما کعبه شریفه که همه ما میدونیم که چه مقدس همون که یک رکعت نماز در اونجا فضیلت چه تمامی زمین فرق داره. مکانها فرق میکردیم انا اینجا مکانی خوبه دویم دوست های دست نتید
اینا نغزونی خواهی که اوزی دوست هم موندگی نیست لیکن دوستی خوب هم ایدست نتی. دوست هم موندگی نیست لیکن دوستی خوب ایدست نتی. در هر یک مکان و زمان و کجایی دم که باشه آدمی خوب ایدست نتی، آدمی خوب کمای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرموده که هر کسی شما را به سوی خدا به سوی دین میبیارن و دوست شما هست. بسیاری آدم ها ما را خدا دور میکنن، بسیاری انسان ها ما را ای دین دور میکنن. کسی برای دین ما را وصیت موعظه میکنه انوای دوستی ما هست. اینا را دوست دار، اینا را حرمت کنه، دوست هم ای دست نته. زیرا دوستی خوبی زمان دا یافتن به حد خیل ده.